مثلا الان اخیرا من دیدم که برای تو آیفون 16 خریده بودن. برای تو خب چیزی نخریده بودن. موتور خریدم موتور؟ هدفونای گرون البته. خب خودتون نمیتونید بخرید اینا رو؟ نه. توان مالیشون نداره. جدی دارید میگی؟ چیو؟ که پولدار نیستی؟ پولدار باید باشید. چرا باید پولدار باشید؟ اونقدر پولدار که تو ذهنت هست نه. خب اون کسی که براتون اینا رو میخره چند سالشونن اون کسایی که اینا رو براتون میخرن طرفدارشون؟ اطلاعات دقیقی که نداریم نسبت بهشون، ولی یه نفر دو نفر نیستن، کلشون با همن. همشون با هم جمع میشن سال به سال مثلا خودشون پولایی که پدرشون با زحمت به دست آورده رو برای شما حروم ما میکنه. تو نگی اینو من خیلی بد گفتی. آخه شروعت اصلا بد بود. من آخه می‌خواستم یه بار دیگه بگیریم اینو. نه خودش خوب بود. همینه. اوکی. همینو من واسه میگم تو دیگه گفتی گل گفتی. سلامت.